موقعی در خلیج فارس می توانیم مقابله بکنیم با اهدافی که هست، با طمع‌هایی که هست، که بتوانیم با این عمق استراتژیک که در شمال کشور ما، در شرق کشور ما، در قفقاز، در آسیای مرکزی، در افغانستان، در پاکستان ما داریم، از اینها بهترین بهره رو بگیریم و این عمق رو در خودمون ایجاد کرده باشیم، نه اینکه دست خالی بریم به اونجا، نه اینکه خیال پردازی بکنیم. این مشکلات ما در رابطه با اقتصاده. من از این یکمی فراتر میرم. من از این درس‌هایی که گرفتم از مردم این هست که مردم از گرانی مینالن. ما هر چقدر بگیم که نه گرانی نیست، ثابت شده، ولی مردم 25% تورم رو لمس میکنن. 25% تورم یعنی کوچیک شدن سفره ها، یعنی پایین اومدن امنیت مردم، پایین اومدن سلامت مردم، پایین اومدن آموزش پرورش مردم، یعنی کوچیک شدن ظرفیت خانواده ها برای استفاده از کالاهای فرهنگی، یعنی اعتیاد، یعنی بد اخلاقی، بد فرهنگی، بدبینی به نظام. خب به نظر من مثل همه دولت‌های دیگه ما انتظارمون این هست هر دولتی که در جمهوری اسلامی هست یکی از بزرگترین دغدغه‌هاش مسئله گرانی باید باشه، بزرگترین دغدغه‌هاش تورم باشه. بنده یادم هست یک موقعی است قیمت سیگار را در این کشور خواستن بالا ببرن، حضرت امام رحمت الله علیه اعتراض کرد، به بنده گفت که شما به دلیل بودجه میخواین قیمت سیگار رو بالا ببرین، مردم چیکار بکنن؟ بنده به ایشون عرض کردم که بنده موافق این قضیه نیستم، مجلس به دلیل اینکه میخواد بودجه متوازن داشته باشه این کار رو بکنه. ایشون فرمودن شما بریم از قول من به نماینده ها بگید من این رو منع میکنم. بنده رفتم به نماینده ها گفتم، نماینده ها فکر کردن که بنده همون با اصطلاح عامیانه خودمون صحبت کنیم، گفتن که فکر کردن ما چغلی کردن. دست جمعی کمیسیون بودجه یادشون هست، بلند شدن رفتن خدمت حضرت امام گفتن بودجه ما مشکل داره و ما میخوایم یک کمی از این به اصطلاح بالا ببریم، سیگار هم که چیز بدیه، دود هم که چیز بدیه و از این راه کمک کنیم به دولت. حضرت امام گفتن که نه نمیشه. بعد که بحث کردن ایشون گفت بس سیگارهای ارزانی که مردم عادی میکشن رو قیمتشو دست نزنی، قیمت سیگارهای لوکس رو شما بالا ببرین. همین سیاست در کشور اعمال شد. خب این حساسیتی بود که ایشون به یک ذره بالا رفتن قیمت‌ها در زمان جنگ و دفاع مقدس داشتن، چرا که لمس می‌کردن این بالا رفتن این قیمت‌ها فشارش روی دوش مردم یعنی چی، روی سفره‌های مردم یعنی چی، اثراتش توی جیبه‌ها یعنی چی. ما الان 25% تورم داریم و بحث و گفتگومون این هست که نه ما تورم رو کنترل کردیم، ایستاده دیگه رشد نمی‌کنه. خب 25% تورم یعنی 25% قدرت خرید مردم در سال پایین اومدن. این برای کسی که مال املاکی داره، امکاناتی داره، وسایلی داره بله مهم نیست، ولی برای کسی که برای همون سفره کوچیکش هم پول نمیتونه تامین بکنه و زیر خط فقر مشکله. بنده ظن این رو دارم که وزارت رفاه دلیل این که قشرایی که زیر خط فقر هستن اعلام نمیکنن برای اینکه این مسئله رو بپوشونه. چرا اونها اعلام نمیکنن؟ مطابق قانون این مسئله در سطح ملی باید مطرح بشه تا همه مسئولان دنبال این قضیه باشن که این مشکلات رو انشالله حل بکنن. خب مسئله بیکاری هم جزو از این هاست و شما اثرات این رو در سطح جامعه ببینین خواهید دید که این مسائل در همه ذهنیت مردم، همه فرهنگ مردم، همه احساس مردم به نظام اثر میذاره و انتظار از یک دولت اسلامی بر این هست که مثل همه دولت‌های دیگه، من میگم که این مسئله جزء خواستای فقط دولت اسلامی نیست، از بس اهمیت داره. بنده این رو در موقع مسئولیتی که داشتم لمس کردم، از همه مسئولان کشورهای مختلف که جمع می‌شدیم صحبت می‌کردیم، مسائلش می‌پرسیدیم، اولین رجزی که می‌خوندم میگفت که نرخ تورم ماست مثلا 1%، 2%، یا زیر 5% یا یک رقمی است و در دوران ما هم همین مسئله باید باشه. یعنی مسئله این کنترل تورم جزو اولویت‌های نظام ما باید باشه، دولت ما باشه، نیست. کنارش مسئله بیکاری هم هست، بیکاری که خود ملت ما، شما عزیزان که با هم هستیم میدونیم که یعنی چی، یعنی چه وضعی رو در جنوب شهر ما ایجاد میکنه، در شهرهای فقیر ایجاد میکنه، در روستاهای فقیر ما ایجاد میکنه. این همه مهاجرت به دلیل همین مسئله اتفاق میفته، این همه شهرها و حاشیه نشین‌ها به همین دلیل اتفاق میفته و برای همین بنده سوال اصلیم این هست و به همین دلیل هم به صحنه وارد شدم که ما مجبوریم از ملت خودمون حمایت کنیم اگر میخواهیم در صحنه باشیم. این کار نمیتواند انجام بشه جز اینکه دولت
قویاً قانون رو رعایت بکنه، گریز از قانون نداشته باشه، مخالفت از قانون نداشته باشه. من در برنامه‌های دیگه در این رابطه صحبت خواهم کرد. باید دولت برنامه‌ریزی باشه، نه اینکه بیاد سازمان مدیریت برنامه‌ریزی رو تعطیل بکنه. برای حل این مسائل به مردم قول باید بده و عمل بکنه و این کار جز از راه یک نظام برنامه‌ریزی قوی و دقیق که نظارت بر هزینه‌های دولت بکنه، جلوی تصمیم‌گیری‌های فردی رو و اتفاقی رو و صدفه‌ای رو بگیره امکان پذیر نیست و این کار باید صورت بگیره. این کار موقع امکان پذیره که ما بانک‌های مستقلی داشته باشیم، ما بانک مرکزی مستقلی داشته باشیم، حتی نگیم مستقل، در همین چارچوب قانونی بتونه به وظایف خودش عمل کنه. ما خب شورای پول اعتبار رو تعطیل کردیم، ما که میگیم یعنی ما مردم نه، ما که کاری نیستیم، دولت اومد این رو تعطیل کرده با 18 تا شورای بسیار حساس. خب در نتیجه بانک ها شده حیات خلوت دولت، کم میکنه زیاد میکنه. در چنین شرایطی نمیتونیم ما انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی از قدرت مردم و ارزش پول ملی ما حمایت بکنه. ارزش پولی ملی ما هم جنبه حیثیتی برای ما داره. من همیشه شنیدم که این زائرین ما که میرن مکه برمیگردن همیشه سر تکون میدن، میگن دلار یه موقع چی بود، الان ما چقدر پایین اومدیم، چقدر بالا رفتیم و همه به این مسئله حساسن. غیر از این که پایین اومدن قدرت خرید به معنای نابودی اقتصاد ماست، به معنی ضعف اقتصاد ملی ماست، به تبع اون پایین اومدن حیثیت ما در جهانه. ما فکر نکنیم که فقط به سیاست خارجی مسئله برمیگرده. اگر امروز مشکل داریم در این رابطه با گذرنامه هامون و بقیه سندهای رسمیمون، بخشش برمیگرده به این مشکلاتی که داریم. به هر حال اینا دلایلی بوده که بنده به صحنه اومدم و با این فکر که بشه باید اینها اصلاحاتی کرد. اولم چنین فکری نداشتم. بنده مشاور برای آقای هاشمی رفسنجانی بودم و گاهی نظریات خودم رو به اونها انتقال میدادم. زمان آقای خاتمی هم همینجور، زمان آقای دکتر احمد نژاد هم اوایل چند جلسه رفتم مسائل من رو گفتم، اون چیزی که حس میکردم گفتم. انتظار هم نداشتم که آنچه میگم درست باشه و باید اونجور عمل بشه، ولی از روی دلسوزی هر کسی می بود من این کار رو میکردم. بنده هیچ نوع مشکلی با کسی نداشتم، ولی متاسفانه ما از این مسائل غفلت کردیم و دچار مشکل شدیم و اگر بخوایم عظمت انقلاب اسلامی را حفظ بکنیم، اگر بخوایم راه شهدا برگردیم، اگر بخوایم در سطح جهان آبرو داشته باشیم، اگر بخوایم که کشور نیرومند داشته باشیم، همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، کشور با اقتصادی پیشرفته، کشور پیشرفته، ایران پیشرفته توأم با عدالت، ما مجبوریم که اولویت هامون رو عوض بکنیم. عوض اینکه بیشتر به چیزهای گوناگون و پراکنده و بدون برنامه بپردازیم، به مسائل اصلی باید بپردازیم. بنده سوال میکنم، واقعا جزء مسائل اصلی ماست، چرا پروژه های اساسی کشور که میتواند زیررو بکنه اقتصاد ما رو، اشتغال دائم ایجاد بکنه، باعث عظمت ما بشه، ما اونها رو متوقف کردیم و سر پروژه های کوچیک ما به اصطلاح اومدیم پول وسیع رو پخش کردیم که یکی از نتایجش همین تورم بالایی است که در سطح کشور دیدیم. بنده امیدوار هستم که در آینده با ثروتی که ملت ما داره، با این نیروی عظیم ملی که هست، نیروی کار عظیمی که داریم، خواهیم توانست ان شاءالله این مشکلات حل بکنیم. بنده میخوام این امید رو بدمم و این مسئله رو انتقال بدم و خود مردم هم همین روحیه رو دارن که کشور ما امکانات وسیع داره و به قول مرحوم آل نصب که مشاور بنده بود در دوران جنگ، ایران سرنوشتش فقر نبود و فقر نیست. اگه مشکلی هست از مدیریت ماست. ما با اصلاحات در سیاست خودمون، در تمام مجموعه سیاست‌های خودمون و پرداختن درست به مسائل، یقینا میتونیم از این امکانات در جهت بهروزی مردم و پیشرفت مردم و ایجاد امید در مردم استفاده بکنیم و بر مشکلات خودمون غالب بیاییم. انشالله با کمک همه مردم و همه قشرها، مخصوصا قشرهای زحمتکش کشور ما که جا داره که بنده شعار خودم رو که بارها عنوان کردم اینجا مطرح کنم، چه اغنیای ما، چه دولت ما،
چه کارآفرینان، چه کارخانه داران، چه کسانی که دستشون به ثروت‌هایی است، امکاناتی است، همه ما مدافع منافع مستضعفان باشیم. منفعت همه ما، منفعت همه دولت‌ها، منفعت همه کارخانه دارا، منفعت همه اغنیا در این هست که به این مسئله فکر بکنن. اون کسی که داراست و دستش به دهنش میرسه و همنشین فقرا نیست و دلش بر اونها نمیسوزه، اون یقینا به کشورش خدمت نمیکنه. ولی اون کارخانه داری و اون کارآفرینی که ثروت خودش رو به کار میگیره، وسعت میبخشه، کمک میکنه به اقتصاد ملی، او کسی است که رفیق کارگر ماست، رفیق قشرهای مستضعف ماست و اکثریت کارآفرینای ما الحمدلله در این جهت حرکت میکنن و بنده اعتقاد دارم که انشالله همه دولت‌ها و همه قشرهای موجود در جامعه ما به این فکر باشن. ما میتوانیم یک کشور آباد، شاد، قوی با سیاست خارجی نیرومند داشته باشیم، از همه آرمانهای شهدا در سطح بین‌المللی و در داخل انشالله بتونیم دفاع بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.